و عیسی علیه السلام به زبان عیسی علیه السلام در کتاب انجیل عیسی ابن مریم بچه مریم بیبی ذالک بما عصوا اید لعنت واقع شدن بالای از یا به سبب عزیز که عصوا گناه های عام میکنه سرکشی همیشه مسلسل و کانوا یعتدون بودن که همیشه ظلم میکنه بدعت میکنه تجاوز میکنه حدودی که الله برای چیزی مقرر کرده و حد مراعات نمیکنه کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوا اینا ترک امر بالمعروف هم گناست که امر بالمعروف نکنی خو لیکن نهی عن المنکر بسیار گناه بزرگ امر بالمعروف ترک کنی هم گناه است اما نهی عن المنکر اگر ترک بکنی بسخت گناه است چرا اینجا اول از چی گفته کانوا بودن لا يتناهون منع نمیکردن عن منکر از کار ناشنا که در دین شناخته نشده فعلوا که مردم انجام میده اینا در اینجا نهی عن المنکر گفته نهی عن المنکر او روزام گفتیم که درجات داره درجات برای خود داره اگر به قوت داری به دست منع کو اگر نداری به زبان نداری در دل اگر در دل هم چیسته خب دانستی باز ایمان برات باقی نمونه یک کانوا بودن لا يتناهون عن منکر فعلوا بودن کیا منع نمیکردن از کاری بد ناشنا فعلوا کیا انجام میدادن لبئس ما کانوا یفعلون خیلی بد است آن چیزی را که مردم انجام میدادن کسی که منکر میکنه و میبینشه منع نمیکنه معلوم شد که الله متعالی را خیلی بد کار است بد عمل است یک در حدیث ترمذی احمد و ابو داود ابن ماجه رحمت الله علیهم میآید که مردم اول چی بودن بنی اسرائیل همین علما اول منع میکردن پس آن که مردم منع نشد رفتن یا قطعشان چی شدن شریک شدن یعنی اول منع میکردن پس آن که منع نشدن یا رفتن قطع شریک شدن نشستن در مجالسشان در خوراکشان در گپ و گدازشان از او خاطر چیسته سکوت کردن یا در کارهای غلطشان از او خاطر الله بدیشان بیان میکنه که خیلی بد است آن چیزی را که یا میکنه لا اقل از منکر خود دور کو در مجلسش خود شریک نشو حالی مردم ما مکمل منکرات و بدعات را خود رونق میده ملاسه بنامی چی؟ حکمت بنامی چی؟ میگه ما از حکمت کار میگیریم ترا کثیرا منهم تو میبینی بسیاری از یارا یتولون الذین دوستی داره بمرای کسانی که کفرو کافر هستند اسلام پیششان هیچ حیثیت نداره تمام رشتک بافتکش قطعی کفار است اسلام پیششان قدر و قیمت نداره لبئس ما قدمت لهم خیلی بد است آن چیزی که پیش فرستاده برای از یا انفسهم نفسانشان چی را فرستاده عملی را کرده که سبب سخط الله شده ان سخط الله علیهم که الله سرشان غضب کرده و فی العذاب در عذاب هم خالدون یا همیشه هستند در بدر کردن خدا ولو کانوا یؤمنون بالله اگر می بودن که ایمان به الله می آوردن و نبی بالای پیغمبر مراد از پیغمبر یا موسی علیه السلام است که در زمانش بود یا اینجا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما انزل الیه آن چیزی که نازل کرده شده برای پیغمبر یعنی در جای موالات دوستی کفار ایمان به الله و رسول الله می آورد به قرآن به کتاب الله ایمان می آورد مطابق دستورات الله زندگی خود عیار میکرد چه میشد متخذوهم اولیاء نمی گرفتن به چی دوستی چی را کفار به دوستی نمی گرفتن اگر ایمان به الله و پیغمبر می آورد و به اون چیزی که به الله پیغمبر آمده قطعا دوستی نمی گرفت چرا در قرآن که آدم بشینه باز دوستی با کفار میکنه ولكن كثيرا منهم لیکن زیادتر از یا فاسقون خارج از طاعت الله سخت متمرد و سرکش است الله با الله هیچ عقیده نداره لتجدن اشد الناس خامخا تو میابی سخترین مردم را عداوتا از روی دشمنی کی را میابی للذین آمنوا برای کسانی که مؤمن هستند الیهود یهودا نصارا به عیسی علیه السلام هم ایمان داره به موسی علیه السلام هم ایمان داره لیکن یهود تنها موسی علیه السلام ایمان داره خو ایمان صحیح هم نه خو عیسی علیه السلام هم میگه ولد زناست با ما کی نزدیک است و کی دور سخترین مردم را از روی دشمنی شما کسانی را میابی که یهود هستند امروز کلی برنامه ها و نقشه های جنگای نظامی توسط کی طرح شده یهود شده کلی برنامه ولی پیمان دوستی را چطور دوستای ما که آمده دوستای ما چطور دوست میگی کدام دوست استفسار شود از رئیس جمهور گرفته تا کل گیره که دوستا برش میگی کدام دوستاست بچهای کاکایتان است بچهای مامایتان است چی دوستی داره
والذین اشرکوا سخترین مردم ها دشمن شما با امرای مؤمنا کسانی را میابی که و یهود هستند. والذین اشرکوا کسانی که مشرک هستند. مراد از مشرکین اونمون مردم است که از ابتدا ایمان نآوردند. ولا تجدن اقربهم خامخا میابی شما نزدیکترین مردم ها مودتا از روی دوستی للذین آمنوا با امرای مؤمنا کی را میابی؟ الذین هم مردم ها قالوا که میگه اینا نصارا ما نصارا هستیم. مفسرین دو نظر داره. یک نظر مراد از مردم خاص از خاص در جمله نصارا پاچای چی؟ حبشه، هرقل، یا مردمایی بودن که نصارا بودن، از امو خاطر خطای پیغمبر علیه السلام که برشان رسید چیره نکرد، به کمال تعظیم و احترام مطالعه کرد، جای داد برای چی؟ مهاجرین. لیکن به کسرا و به دیگران که رسید، به مشرکین و یهود، مکمل خطای پیغمبر علیه السلام چی کرد؟ پاره پاره کرد. یک ترجمه است. مراد از این میگن نصارای خاص است که راستی این ثابت است و تقریبا این قول راجع به خاطر معلوم میشه که پشت سر کدام صفتا را قرآن بیان میکند دمو نصارای خاص موجود است. مثلا مسئله گریه نشان است، امی مردم بودن. و بعضی مفسرین میگه که نه، اینجا مراد نصارای عام است، عام نصارا. عام نصارا اونقدر دشمنی با امر اسلام نداره، گوش میگیره اسلام. امروز در سطح جهان آمار مسلمان شدن اگر ارزیابی بکنیم، اکثریت نصارا چی میشه؟ مسلمان میشه، یهود نمیشه، مشرکین دیگه نمیشه. نه در روسیه مسلمان میشه بگوی، نه در چی است؟ در اسرائیل و در جایی که یهود است. اکثر مردم ها زیاد مسلمان ها در انگلستان میشه. چرا؟ از دیگه ممالک اروپایی که در انگلستان پابندی به نصرانیت زیادتر است به نسبت دیگه ممالک، از دو خاطر زیاد مسلمان میشه. چرا؟ ذالک ای گپ، ای نزدیک بودن نصارا برای مؤمنا و دور بودن یهود یا مشرکا، بان منهم به تحقیق بعضی از یا قسیسین دانشمند است. قسیس چی نمیگه؟ طلب کننده حق، یا عالم حقی که نامش قسیس بود، یک نفر بود، کل مردم ها علما دیگه فوت کرده بود، انجیل قطش نبود، یک نفر عالم قسیس بود و حفظ بود و به کتاب خود دعوت میداد. پس چون که در کتاب از یا به کتاب خود دعوت میداد، مردم یک کمی از تاریکی برآمده بودند، بعضی روشنی ها برش موجود بود. از او خاطر یا قسیسین در اصطلاح ما شما باسواد هستند. باسواد مردمی باسواد خطی آدم سخت نمی باشد. در دیهات برو یک موضوع را بگو باز معلوم میشه. در شهر کابل است که گفته رویستی، فهمیدی؟ یک مازی که علم داره لا اقل 4 روز مکتب خونده بسیار نرم می باشد از او کسایی که چیسته در دیهات زندگی میکنه. معص دانشمندی خوب است، این معنای عام. یا این معنای خاص که نامی از او چیسته. بعضی مردم ها میگه که قسیس اینجا امو علمایی که حق پرست بود در بین نصارا تقریر میکرد، حقیقت بیان کرده بود، از او خاطر یا نزدیک هستن زود ایمان میاره. عالم حق پرست در جامعه چقدر رول داره؟ اگر عالم حق پرست در جامعه بود، مردم رای حق خامخا پیدا میکنه. چرا که دین واضح میشه، حقیقت روشن میشه، برملا میشه. اگر عالم حق پرست نبود، دین چی میشه؟ پنهان میشه، کتمان میشه و مردم وضاحت حاصل نمیشه، رای خدا گم میکنه. از این پیش چی طور بوده؟ من خودم هم اینطور بودم، تقریرها میکردم که پرسان نکن ضد پنجپیر وهابی. یک تقریر نه، یک کم 2 تقریر میکردم، 2 اهل سنت والجماعت خدا میگفتم، نمیفهمیدیم چی گفت. الله متعال رحم کرد سر ما، حقیقت دین واضح شد توسط چی؟ قرآن و حدیث. ترجمه قرآن کردیم، درس حدیث شنیدیم، فهمیدیم که دین چیسته. ما سر میدادیم الله که الله معافی کنه برای ما. چرا؟ به خاطری که دشمنی با قرآن و حدیث بود دیگه. دشمنی با قرآن و حدیث انسان تباه میکنه. از او خاطر که هر قدر تلاش و کوشش بکنیم جبیره نمیشه. جبیره این قدر نقصاناتی که وقت کردیم که حالی کمی جبیره شود، نمیفهمیدیم. برای ما بو معرفی کرده بود، الله اکبر، در ترجمه نداری، الله فلان جا، حالا اینطور است. همین قدر احساس نداشتیم که در ترجمه چرا میریم در قرآن میشینیم، کتاب الله است.
یک روز قصه را از یک مولوی صاحب براتون کردم. قصه دانشمندا یا علمای حق پرست رول مهم برای اصلاح جامعه داره، برای بیداری جامعه داره، برای هوشیاری جامعه داره. کدام قوم و ملتی که علمای حق پرست داشته باشه شما ببینه اونجا بدعت کم است، بسیار نادر دیده شد. اونجا عقیده درست است. امروز مقایسه کنی ولایت بدخشان با ولایت‌های دیگه، مقایسه کنی کنر با ولایت‌های دیگه مقایسه کنی. چرا؟ دلیل چیست؟ در اونجا علما موجود بیان میکرد. برو در غزنی، در لوگر برو، در زابل، در هلمند و قندار برو. قندار عمل بسیار خوب شده ماشاءالله، مردم علما هستند، خوب دعوت روان است، ترجمه قرآن شروع شده، مردم کوشش میکنه. برو اونجا ترجمه را شروع کی که مردم چنواری کنه مردم چنواری کنه. شما باور به الله بکنید، وقت نمیگیرم، نفری که خود وزیر بود من از ترجمه قرآن نکرد، ترجمه قرآن نکرد، وزیر بود. من ایران بودم که او برادر همین کلی هدفی ما جانفشانی ما به این خاطر است که قرآن حاکم شود. چرا از قرآن من نمیشه؟ سخت حالتی خراب میباشه، تاریکی برای مردم. و رهبانن به خاطری که در بین از یا مادیات پرستی خیلی کم است به نسبت یهود خیلی متکبر، بددماغ، کجدماغ، خودستا، نعوذ بالله، هیچ گپی کسی را سری خود قبول نداره، رای کسی را سری خود نمیپذیره. یکی دیگه مادیات پرست هستن، لجوج هستن، عناد و ضد داره، مقابلش نصارای صفتا را نداره. قسیس است، دانشمند، باسواد، یکی یا حق پرست هستند در بینشان. و روحبانن، گوشنشینا که مادیات دنیا را هیچ او طرف انداخته. و انهم لا یستکبرون، و دیگه به خاطر که یا تکبر نمیکنه خود کلان نمیشماره. هرقل، مقوقس، حوده ابن علی، کلی از یا وقتی خطا رفت به کمال احترام پذیرفته. اما این دیگرها تکبر داشتن، ضد داشتن. اینه از او خاطر الله متعال میگه نزدیکترین مردم برای شما دوستی نصاراست. یا مراد از نصارای خاص است مثل پاچای حبشه واری احسومه که برش میگه. و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، در آن وقتی که میشنوان آن چیزی که نازل کرده شده به سوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ترا تو میبینی اعینهم، چشمانشان، تفیدو که میرزانه، سر میکنه، من الدم، از اشک، مما از بعضی آن چیزی که عرفو شناختن، من الحق، از حق، بعضی حق که شناختن گریانا شروع شد. یقولون، میگویا، تکبر از خاطر نداره، ربنا پروردگاری ما آمنا، ایمان آوردیم، فاکتبنا، ما را نوشته که ما شاهدین، امرای کسایی که شاهد است. شاهد صفت کدام امت است؟ محمد رسول الله. و تکون شهداء علی الناس، ما را از اینجا امت بگردان. این امت عادی امت نیست. مردم تقاضا کرد که الله ما ایمان آوردیم، همین ایمانی که امت پیامبر آورده و ما را قطع از یک جا بکن. نجاشی وقتی که اونجا خط برش رسید 70 نفر روان کرد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و قبول کرد. در دفعه اول 11 نفر قبول کرد برای هجرت. در دفعه دوم که عثمان، در دفعه اول عثمان رضی الله عنه بود، در دفعه دوم به سرکردگی جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه که 82 تن بود غیر از زنا، یارم قبول کرد. نفرایی که آمده بود وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم آیاتای قرآن سرش میخواند یک دم آب دیده بود که میریختن. قرآن چی تأثیری داره؟ قرآن شنیدن گریان کردن. قرطبی رحمه الله مفسر اسو میگه که صفت علمای حق پرست است. علمای حق پرست وقتی قرآن تلاوت میشه گریان میکنه، بیهوش نمیشه، نعوذ بالله. دیگه میگه دعا میکنن، چیستا فریاد چیغ این گپا رو نمیکنه، اظهار غم میکنه، نعوذ بالله. چیستا حالت مرگ سرشان نمیآید، هر طرف خدا نمیندازه. پس ببینید که امروز مردم قرآن نه صفاتای پیری خدا میکنه که شو طرف خدا میندازه، یک اون طرف دیوانه خدا میپرته، یکی چا قدر است. امام قرطبی میگه که این صوفیه متصوفه ملحده امروز اینی کارا را میکنه، خلاف صفت اون مردمی است که قرآن میشنیدن گریان میکردن. ای خو
صفت نصارا بود که آمدن به قرآن یک مرتبه شنیدن اشکایشان ریخت و آبدیدا پر شد از آب. ما را بی ما مسلمانان همین ختمایی که در مساجد میشه قسم بدهشانه بگو شما را به الله قسم که در 6 شو 3 شو 10 شو ختم کردی. هم یک آب دیده دمی چشمتان دور خورد. آلی شوی ختم گرفتش کش و فش است. مسجد ها را یک جای ما دعوت شده بودم خبر نبودم دوستم بود والا شوی ختم است. گرچه ما گفتم خود سنت نیست مولی صاحب خو خیر است از اینکه گفت مردم زیاد نه اگر یک چیزی گفته شود خیلی خوب. رفتم که دیگه پر کرو کریسته و کش و فش است غوریاست خوردن زدن کندن است که پرسان نکن. الله اکبر. بوجای شیرینک چی میشه؟ پاکتا خلطگکا و بوجای شیرینک میوه از دیگه طرف. پیسه را از کی جمع کرده؟ چرا این کار کرده؟ ختم است ختم. پیسه را جمع کرده از خودی مردم جمع کرده. مردم اینقدر خوش است که دو داره نقله برش داده رئیس دوڑی خوره. همون پیسه تا بگی به یک خانه بیوه یتیم روان کو یا 100 افغانی یا 200 افغانی یک پاکت روغن میشه. یک پاکت روغن 2 هفته یتیما میشه. به خاطر الله متعال روان کو نکو دی میله ها ننداز دی بدعت ها ننداز. وقتی که از قرآن خلاص میشی باز گریان بکن که از قرآن چقدر بهره داشتی با قرآن چی وفا کرده ای حق قرآن تکمیل کرده بودی یا نه. در یک رمضان به مولای کیرویی به قاری کیرویی تو پشتی سر استاد شدی ورم 20 دقیقه تا در کجا تیر کردی در وضوخانه باز پس آمدی از دروغ دو در رکوع قطعش خود شریک میکردی. استهزاء به قرآن استهزاء به نماز. امی قرآن کی قاری صاحب خان تو در مذهب کتاب مذهب سای که حنفی کی قرآن درست است یا نه اجرت گرفتن سرش حرام است یا حلال این ثواب داره یا نداره. فتاوای شامی ابن عابدین رحمه الله نوشته میکنه کسی که قرآن به خاطر پول میخونه و مردکه پول میده الاخذ و المعطی کلاهما آثمان گرفتنی و دادنی هر دوشان چیسته گناهگار است و این ثواب نداره. چرا؟ ثواب او عمل داره که به خاطر رضای کی باشه؟ الله باشه. به خاطر پیسه خواندن. جناب محترم تو از اول تا آخر تو سنجش بکن. سبحانك اللهم را درست خواندی؟ تسبیحاتی تا تکمیل کردی؟ دعاهای قایدی تا تکمیل کردی؟ کلش خیانت. نماز تلک صلات المنافقی نماز منافق از پیش دور کرده بودی نعوذ بالله و امروز حال فخر میکنی که ختم کرده. این ختم است. این ختم است. حق قرآن ادا کن. یک مرتبه نصارا قرآن شنیده آب دیده پر شده. چرا؟ مما عرفو من الحق از آن چیزی که شناختن از حق شناختن آنی دیگه ایمان هم آورده گریان هم کرده. در قرآن گریان کرده کدام دفعه؟ نه قطعا نه. روحی نماز وجود نداره. باز کلی جنجال سر چیز که تراوی 20 رکعت است 8 رکعت است 20 رکعت است 8 رکعت است. الله تعالی کیفیت عبادت است مطالبه داره که چی قسم عبادت انجام داده. 100 رکعت بخوانی که نمی رقم که میخوانی تلک صلات المنافق. من نمیگم پیغمبر گفتم. یرقب الشمس انتظار آفتاب داره وقتی که خواب نزدیک به غروب شود ینقر کنقر دیک نول میزنه و مثل نولی کی واره ماکیان واره. اینی نمازی کی گفته پیغمبر؟ نماز منافق گفته. یکی فیصله کنیم نکنیم همین ملت تبا نکنیم. مظلوم بیچاره است خواری زحمت میکنه کار روزگار میکنه در این گرمی روزه میگیره و نیتی درست میگه که مگرم الله برای ما بخشش کنه مای مغفرت است و تو به جای مغفرت برش عذاب خریدی. با الله چی جواب بگه؟ همین قرآن در روز قیامت استاد شو از ما سوال بکنه که دمی خودی ما بری تو چی گفته شده بود؟ ورتل القرآن ترتیلا واضح وقفه بخوان قرآن. او تو چی رقم خواندی؟ چی جواب داری به این قرآن؟ ما خب باید یک کمی به انصاف گپ بزنیم که ما با قرآن چی کردیم. الحمدلله ثم الحمدلله. فضل الله سبحانه و تعالی است در بسیاری مساجد این موضوع کم کم حل شده. الله هدایت دیگه هم برشان نصیب کنه اجرم الله برشان بده. ما او عده علمایی که در تلاش و کوشش از دیگه پاس که ترمیم میکنه اینمی گپا را
تشکری میکنیم، سپاسگزاری میکنیم. ما هم میگیم که علما بی عوام مردمی ما و شماست. اکمالاتی تو توسط امی عوام میشه، عزتی تو توسط امی عوام میشه، خدمتی تو توسط امی عوام میشه. بیا یک خدمت خود تو هم برش بکن. همی عوام همی ترتور نکو، فریب نده، چال نرو. آن چیزی که حق عبادت است به عوام بیان کو که عوام به شوق، به تازگی، به میل و رغبت در شنیدن قرآن استاد باشه. 2 ساعت تیر شو خسته نشه، مانده نشه. لا اقل یک روز خواب دیده در چشمش بیا که واقعا ما قرآن شنیدم. نکنیم. اینمی مردم سر ما حق داره. در روز قیامت امی عوام جاغی ما را میگیره که تو خو میفهمیدی من عامی بودم. اینقدر فضایل تو سالا از ما پراندی. مرا برات میگفتم که او مولا صاحب من نمیرسم تحیاتم هم خلاص نمیشه. میگه پروا نداره. چطور پروا نداره؟ پیغمبر در کدام نمازی خود نفل یا حتی در نماز خوف که قطعی جنگ هم میکنه از تو را قسم میدم که تحیات اللهم صلی اللهم بارک یا دعایی که بعض روز خوانده میشه این را ترک کرده، الا کرده، یا تسبیحات ترک کرده، یا سبحانك اللهم را ترک کرده. بگو برام در یک نماز تو برام میگفتی که پروا نداره. این کدام کتاب است که پروا نداره؟ این کدام نماز است که صحیح شود که دعایش خوانده نشود و نماز صحیح شود؟ تو این برام بکش یک کتاب. خب ما عوامم همینطور یک عوام هستیم. الله اکبر. در کار دنیای خود قدر چالاک و هوشیار هستیم که پرسان کس ما را فریب داده نمیتونه. در کار دین خود غلی میزنیم. اگر کیست که نمیفهمه وضو کرده نیم ساعت در وضو تیر کرده، خانه را الا کرده، در مسجد الله رفته، ولی عبادت الله را درست بکن. مولا صاحب بگو که نه امی نماز تراویح و نماز فرض فرق داره. خواندنش در کدام حدیث آمده که پیغمبر اسلام گفته باشه تراویح را تیز بخونی؟ همین برام بگو. اگر نماز است کلش نماز است، عبادت الله است. مهمترین چیز الله میگه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. کامیاب همون مردم است که در نماز خشوع پیدا کنه. خشوع چی را میگه؟ ترس و عاجزی. این کی برابر میشه که یک دفعه فکری تو با صفات الله در کار بیفته. دمی طور زفت و پرود و لارسای ترسای خشوع آمده میتونه؟ چرا نیست؟ الله متعال رحم بکنه. این مردم اموتور حق شناخته بودن گریان کردن. او چی گفتن؟ و ما لنا لا نؤمن بالله. چی شده ما را که ما ایمان به الله نداریم؟ هیچ مانع برای ما موجود نیست. دیگه عذر مزر از ما بالکل رفع شده. و ما جاءنا من الحق. آن چیزی که برای ما آمده ثابت و واقعیت، چیزی حق بیا و ما باز الله اکبر بیچونو چرا تسلیم شدن به ایمان. و نطمع با سری از وام امید داشته باشیم من یدخلنا که ما را داخل کنه ربنا مالک متصرف ما پروردگار ما مع القوم الصالحین، امرای قومی که صالح است. صالح کدام قوم میگه که حق الله و حق مخلوق الله را چی میکنه؟ برای پورا میکنه. فاثابهم الله، عوض داد بری طور مردم الله بما قالوا، بسبب همو گفتاری مردان ایشان. یک فاثابهم الله، عوض داد الله متعال برای از یا بما قالوا، بسبب او سوالی عاجزی اخلاصمندانشان به عاجزیشان که طلب جنت کرده بودن. جنات ما دادیم باغات تجری که روان می باشم این تحتها در زیر درختها و قصرهایش الانها رجویا خالدین فی همیشه در او می باشه. الله نصیب ما میکنه. و ذالک جزاء المحسنین، قانونی الله است، مخصوص یک طایفه نیست، قانونی الله است. هر کس محسن است الله امی رقم پاداش میده. هر کس که محسن است. گپ ده این است که تو مسلمان تو فلان 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 هستی، گپ ده است که عمل صالح عقیده صحیح عمل صالح محسن باشی. محسن کسی را میگه که عقیده توحید الله را داشته باشه و عملش به نقش کی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. الله نصیب ما بکنه. والذین کفروا و کذبوا، کسانی که انکار میکنه از نظام الله یا انکار میکنه از یکتا پرستی الله و کذبوا، نسبت دروغ میکنه دعوت پیغمبران را یا نسبت دروغ میکنه به آیاتنا به دلایل توحید ما، اولئک ایتر مردم اصحاب الجحیم، ملازمین جهنم است. الله ما را نگاه کنه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.